او وحشت و پریشانی بود که هر لحظه موت در چهره هموطن خود می‌دید و بی‌توجهی و غفلت سازمان‌های حقوق بشری. بعداً من آمد و مجبور شدم با کتله از خانواده ها کفن پوشیدیم که جهانیان حقیقت زندگی ما متوجه بشن. من فکر میکردم جهانیان بیخبرن، غافل این که بعد از 2 ماه و 4 روز من دیدم نه، از حقیقت زندگی ما اونا بهتر خبرن. قصداً چشم و گوشای خود بسته کردن. مردم افغانستان، مردم مجبور پناهنده افغانستان، مردم مظلوم پناهنده افغانستان، ظلمی که در کشور برو بود، او ظلم بدتر داخل این کشور و کشور ایران و کشور امثال کشورهای میزبان پناهنده بر سر ما.